کسی دیگه سراغ امام زمان رو میگیره؟ کسی دیگه به فکر امام زمان هست؟ 24 ساعت از همین شبانه روزت گذشت، از دیشب تا حالا به من نمیخواد جواب بدی. خودت و امام زمانه از دیشب تا حالا چند بار توی 24 ساعت به فکر امام زمان بودی؟ به یاد پسر فاطمه بودی؟ آقا کجایی؟ چه میکنی؟ از دست من راضی هستی؟ نیستی؟ امام زمان دلش خوش من و شما بکنه؟ خبر نداری امام زمان پیغام داده؟ ماه مبارک رمضان پارسال یکی از علما تو جمکران خدمت امام زمان رسید. من با یه واسطه میگم، اجازه ندارم بگم کی، با یه واسطه میگم، چون یه تیکه پیغامش هم مربوط به من بود. خودشو من شمال میرفتم مارم از اون منبر، اون عالم بزرگوار پرسیده بود، اومد مازندران یه افطار با ما بود، گفت بنده رو داغون کرد، له کرد، قلبم و چلون رفت، بیچاره شدم 1.5 سال 2 سال. مارم از اون پاسال نتیاسد، مارم از اون پاسال به من این خبر رو دادم که امام زمان علیه السلام روز 13 ماه رمضان تو جمکران خدمت یکی از علما خدمت آقا رسیده، میگه دیدم چشمای مهدی فاطمه کوچولو شده، زیر چشمای امام زمان کبود شده. گفتم آقا چرا به این روز افتادید؟ فرمود از بس شیعه ها گناه میکنند و من اذیتم میکنم. من از دست شیعه هم به این روز افتادم. من از زرتشتیا و بهائیا و مسیحیا و یهودیا توقع ندارم. من از بودائیا و هندوها توقع ندارم. از بچه شیعه های خودم توقع دارم. شما که معتقدید ابن الحسن میگید امام زمان تو کار هست، شما چرا گناه میکنید؟ شما چرا معصیت میکنید؟ شما چرا چشماتون آلوده شده؟ شما چرا شکماتون پر از حروم شده؟ شما چرا با کاسبیاتون قلب مهدی رو میشکنید؟ شما چرا رباخور و نزول خور شدید؟ شما چرا اینقدر آمار طلاقتون رفته بالا؟ شما چرا آبرومن امام زمان رو تو دنیا میبرید؟ امام زمان از دست من و تو دلش خونه، از دست من و تو. امام زمان میگه هی میگی ابن الحسن گناه میکنی؟ آقا فرموده بود مردم گناه میکنن، من شب تا صبح باید گریه بکنم بگم خدایا به خاطر من ببخشش، این گریه کنه حسین، این مشتی پوش حسین من، این برای مادر کتک خوردم گریه کرده، به خاطر گریه هاش خدایا ببخشش. من ای باید واسطه بشم عذاب نیاد برای شما. مهدی برای ما گریه میکنه، چرا ما برای مهدی گریه کنیم؟ جوانی که شب میخوابه صبح بدون اینکه نیت کنه صبح بیدار بشه نماز صبح، اصلا دیگه تفکر نماز تو ذهنش نیست، این جوان میتونه بگه من شیعه حجت ابن الحسنم؟ حالا یه جوانی شب میخوابه به نیتی که صبح بلند شه نماز صبح بخونه، بیدار میشه ببینه ساعت 9 صبح، نیت داشته و خوابیده بیدار نشده، کوک کرده موبایلش رو بیدار نشده، زنگ کوک کرده و بیدار نشده. خب النوم اخالمو، آقا میخوابه بدون اینکه نیت کنه صبح بلند میشه 2 رکعت نماز بخونه، بعد از نماز بگه خدایا به حق این نماز تو فرج آقامو برسون.